سلام دوستان، با شما تجبیز. ما امروز از یارمارکای ساحه کشاورزی دیدن نمودیم و بعض محصولات ها رو به نوار گرفتیم که برای بیزنس شما کمک میکند و یا ایده جالب رو میدهد. خلاص ما رو پیروی کنید. سیر، هرنگا، شکلاتی، میوگی با برجامه های جالب خود، هر گونه حجم و حتی برجامه برای سوغاتی دارد. دیزاین عالی، بهترین. سوک شیری با هر نمود میوه ها، طعم جالب و لذت دارد. کم مزه یخماس را به خاطر می آورد. این جوک خانگی از 3 تا 5 کیلوگرم می شود. برای بیشتر نگاه داشتن از برجامه و یا واکوم استفاده بوده شده است. устриці. اگرچه خود устриці برای بیزنس به همه دسترس نباشد، ولی برجامه جالب او برای دیگر محصولات شما لازم می شود. کافه از ویتنام. این کافه طرز عجیبی آماده کنی و خلطچه جالب برای آماده کردن کافه در پیاله و یا بکل داشته است. می توانید در 1 و 2 دقیقه این کافه را آماده کنید. یوگورت میوگی، غذاناک، خوش‌طعم و از جهت اکولوژی تازه. حتی در ترکیب بعضی آنها با گفته خادمان آن پروتئین بی‌ضرر دارد که برای انکشاف موشک‌های بدن کمک می‌رساند. دیزاین و ظرف عجیب دارد. میوه های خشک با برجامه هرگونه. برای نفرانی که امکانیت بسیار خریدن میوه خشک را ندارند، 100-200 گرم کفایت میکند. و خلطچه جالب برای 100-200 گرم میوه خشک. پاپکورن. عسل. برای فروش عسل در بازارها و مغازه‌ها از شما برجامه طلب می‌کنند. جم و مربا برای شما برجامه جالب. عسل برای تحفه. دیزاین دقت جلب کننده دارد. شکلات، کافه و جم. اگر این نمود بیزنس داشته باشد، اسارتی محصولات خود را می توانید با مانند این نقشه گذاری کنید و یا از
рамзҳои гуногуни он истифода баред. агарчи ранги оддӣ ва яклуқ дошта бошад, вале диққатҷалбкунанда ҳам бошад. با ما بمانید و در شبکه ابونه شوید. خیر تا بازدید.